درود به همه رفقای عزیزم، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. در جواب این سوال که من چجوری باید ارزهای مستعد رشد مارکت کریپتو رو پیدا کنم برای سرمایه گذاری، باید بهتون بگم یه راه بیشتر وجود نداره. بچه این سوالو خیلی از من پرسیدین که چجوری ارزهایی که معرفی میکنی رو پیدا میکنی، از کجا هستن اینا رو میاری. باید بهتون بگم تنها راه ریسرچ و تحقیق از مسیر درسته. وقتی میگم مسیر درست یعنی اینکه من برم سرچ کنم توی گوگل بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال 2024. مسیر غلطیه، قطعاً به جواب درستی نمیرسم. یا افراد مختلفی رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنم که بخوان به من بگن کدوم ارزها قراره پامپ بشن، اینم مسیر اشتباهیه. من باید از یک سری ابزارها و دیتا استفاده بکنم، ارزها رو فیلتر بکنم، به یه تعداد محدودی ارزی که سلکت کردم برسم، حالا بیام روی اینا تحقیق و مطالعه بیشتر بکنم، چون نمیتونم روی 200,000 تا کوینی که توی مارکت وجود داره یا توکنی که وجود داره برم ریسرچ انجام بدم و بعد روی هر کدوم از اینا میام ریسرچم رو انجام میدم، دیتا رو استخراج میکنم، ببینم کدوم یک از اینها پتانسیل رشد بالاتری میتونه داشته باشه و ارزش سرمایه گذاری بالاتری برای من داره. یکی از این ابزارهایی که من استفاده میکنم برای استخراج دیتا و برای پیدا کردن ارزهایی که مستعد رشد هستن وبسایت cryptorank.io و دونه دونه دارم ابزارهایی که خودم استفاده میکنم رو برای شما ویدیوهای آموزشیش رو میگیرم به مرور زمان توی یک پلیلیستی به نام ابزارها و اسکرینرها داخل چنل یوتیوب قرار میدم. میتونید این پلیلیست رو دنبال بکنید و قدم به قدم با من پیش بیایید. بریم سراغ وبسایت کریپتو رنک و ببینیم کدوم یک از بخشای این وبسایت به چه درد ما میخوره. بالای این صفحه نوار منوی وبسایت رو میبینم. یه گزینه کوینز دارم اینجا که خب تاپ 100 کوینز به درد من نمیخوره. توی کوین مارکت کپ، کوین گکو هم میتونم اینا رو داشته باشم. یه بخش ترندینگ کریپتوز داره، ارزهایی که ترند هستن توی مارکت، یعنی ارزهایی که با اقبال عمومی بالاتری در حال حاضر مواجه هستن. افراد بیشتری اونا رو سرچ کردن یا دارن در مورد اونها مطالعه و بررسی بیشتر انجام میدن. ما برای پیدا کردن ارزهای ترند توی مارکت وبسایتایی مثل کوانتیفای کریپتو و لونار کراش رو هم استفاده میکنیم که یکم قدرتشون توی این دیتا از این وبسایت بالاتره، ولی خب این وبسایت هم ارزهای ترند رو داره یه جورایی به ما معرفی میکنه. سمت چپ داره به من نشون میده، دو تا لیست برای من آورده دیگه. لیست سمت چپ داره به من 20 تا ارزی که بیشترین سرچ رو در یک هفته گذشته داشتن نشون میده و لیست سمت راست ارزهایی که بیشترین میزان بازدید رو توی وبسایت در یک هفته گذشته داشتن. یعنی طرف اومده روی این ارز کلیک کرده، در مورد این ارز دیتایی که وبسایت میده رو مطالعه کرده. خب قطعاً وقتی بیشتر بازدید داشته یعنی افراد بیشتری دنبال اینم ببینن این ارز چیه تو مرحله اول، پس میتونه با اقبال عمومی بیشتری مواجه بشه و میتونه رشد هم داشته باشه. ولی خب قرار نیست من بگم اوکی 20 تا ارز اینجا لیست کرده، من هر 20 تا اینا رو باید برم الان بخرم. گزینه بعدی که میتونه به کار بیاد گزینه آل تایم های، اینم روش کلیک میکنیم. اول از همه یه فیلتر اینجا من اضافه میکنم، ارزهایی که مارکت کپ بالای 100 میلیون دلار دارن رو به من نشون بده. درسته؟ حالا توی این لیستی که برای من آورده بر اساس زمان یا تاریخ سقف تاریخی اون ارز برای من لیستش کرده، ولی من میخوام ارزهایی رو ببینم که کمترین فاصله رو در حال حاضر با سقف تاریخیشون دارن یا ارزهایی که بیشترین فاصله رو از سقف تاریخی دارن. کافیه بیام روی بخش from ATH. اوکی، ارزهایی رو برای من میاره، روش کلیک میکنم، به ترتیب اونایی که کمترین فاصله رو از سقف تاریخیشون در حال حاضر دارن رو برای من لیست میکنه. یه بار دیگه کلیک بکنم اونایی که بیشترین فاصله رو دارن، مثلا جزمی 99.5% نسبت به سقف تاریخی خودش الان فاصله داره، تو قیمت پایینتری قرار گرفته طبق
دیتای این وبسایت. باز برای اینم یه ابزار بهتر داریم که وبسایت بلاکچین سنتره. توی وبسایت بلاکچین سنتر تو صفحه اصلی، از اینجا بهتون میگم، حالا بعدا نوارش ویدیو هم براتون میذارم، تو صفحه اصلی کافیه روی گزینه ATH کلیک بکنید که به ترتیب ارزهایی که بیشترین اختلاف با سقف تاریخی قیمت خودشون دارن یا کمترین اختلاف رو دارن برای شما ارزها رو لیست بکنه. ولی خب اینجا هم باز به این دیتا دسترسی داریم، یه جوری آل این وان دیگه، خیلی دیتاهای مختلفی رو میتونیم توش بررسی بکنیم. اون چیزی که خیلی جذاب تره و منو بیشتر به سمت این وبسایت میاره، یعنی من برای بررسی این دیتا از این وبسایت شخصا هم استفاده میکنم، بخش فاندریزینگ. بچه‌ها فاندریزینگ به ما نشون میده ونچر کپیتال ها، سرمایه گذارهای ریسک پذیر دارن روی کدوم یک از ارزهای دیجیتال نوپا سرمایه گذاری میکنن، مثل کوین بیس ونچر، مثل بایننس لبز و ونچر کپیتال های دیگه‌ای که وجود دارن مثل پانترا. یه بخش فاندز داره، خودش 3 تا بخش مختلف داره. تو بخش فاندز میاد به من ونچر کپیتال های مختلف رو لیست میکنه و به هم نشون میده آخرین ارزی که روش سرمایه گذاری کردن چه ارزی بوده. مثلا پانترا رو اینجا داره به هم نشون میده، میگه روی مورف اخیراً سرمایه گذاری کرده، اسپارتان گروپ و دراگون فلای که یکی از ونچر کپیتال های مطرح هست، اونا هم روی ارز مورف سرمایه گذاری کردن. مبلغ سرمایه گذاری چقدر بوده؟ 20 مارس 2024 20 میلیون دلار هر کدوم از این ونچر کپیتال ها روی این پروژه سرمایه گذاری کردن. بچه‌ها قرار نیست هر ارزی که ونچر کپیتال ها روش سرمایه گذاری میکنن بیاد و بترکونه، ولی معمولا ارزهایی هستن که پروژه‌ای که پشتشونه پروژه قویه، چون تیم های قوی دارن بررسی میکنن برای این کمپانی‌ها که ببینن بهتره روی کدوم یک از ارزها سرمایه گذاری بکنن. همینجوری سرچ نمیکنه تو گوگل بره ببینه من رو کدوم ارز سرمایه گذاری بکنم. قرار نیست مثلا فامیلشون پارتی بازی کنه بگه این میخواد توکن بیاره بالا برم روش سرمایه گذاری بکنم. پس یه بررسی انجام شده، یه فیلتر دیگه، یه قیف دیگه که داره ارزها رو برای من، تعداد ارزهایی که نیاز داره برم سراغشون بررسی کنم رو برای من کاهش میده. روی هر کدوم از اینا کلیک بکنم میتونم دیتای بیشتر در موردشون داشته باشم. مثلا بریم سراغ بایننس لبز، چون خیلی از ارزهایی که بایننس لبز روشون سرمایه گذاری میکنه بعد از اینکه لانچ میشن و مارکت کپشون تا حدی افزایش پیدا میکنه، خود بایننس میاد اینا رو، صرافی بایننس هم اینا رو لیست میکنه و میتونن رشدهای خوب داشته باشن. میگه بیشتر روی چه حوزه هایی سرمایه گذاری کرده، این هم جذابه ها. یعنی اگه قرار باشه من یه ترندی تو سال 2024 داشته باشم، قطعا ونچر کپیتال هم میان روی اون حوزه سرمایه گذاری میکنن. مثلا حوزه بلاکچین سرویس ها، گیم فای ها، دیفای ها. دیفای ها رو تو ویدیوهای قبلی هم دربارشون صحبت کردم. پروژه های مالی غیر متمرکز، یعنی اومده 22% سرمایه‌ای که اختصاص داده به سرمایه گذاری روی پروژه ها رو اختصاص داده به پروژه هایی که تو حوزه دیفای یا برنامه های غیر متمرکز مالی دارن کار میکنن. پس قطعا منم باید توجه بیشتری نسبت به حوزه های دیگه، به حوزه دیفای داشته باشم. ارزایی که روشون سرمایه گذاری کرده رو به هم نشون میده، مبلغش رو برای بعضیاش نشون نمیده، برای بعضیاش نشون میده. مثلا این ارز پرایوسیه، البته پرایوسی رو با سی دریا نوشته، 5 میلیون دلار روش سرمایه گذاری کرده. و دیتای دیگه‌ای که میتونید ببینید، من اگه بخوام وقت بذارم زیادی دونه دونه با جزئیات توضیح بدم وقت شما علیه گرفته میشه، خودتون میتونید برید بررسی بکنید دیگه چه دیتایی بهتون میده. بخش دیگه‌ای که دارم گزینه فاندریزینگ رانده. اینجا میگه اخیراً روی چه پروژه هایی ونچر کپیتال ها فاندریزینگ داشتن، افزایش بودجه داشتن، سرمایه گذاری بیشتری انجام دادن. مثلا روی ارز اسپرسو این ونچر کپیتال 28 میلیون دلار تو تاریخ 21 مارس سرمایه گذاری کرد. یعنی 21 مارس ما 7-8 تا پروژه داریم که ونچر کپیتال های مختلف روشون سرمایه گذاری انجام دادن. مبلغش رو میتونم ببینم
و حتی اینکه توی کدوم کاتگوریه، توی کدوم دسته از پروژه های حوزه کریپتو قرار میگیره. مثلا این پروژه تو دسته بلاکچین ها قرار گرفته، پروژه بعدی تو حوزه دیفای، پروژه بعدی تو حوزه سوشال. بچه‌ها سوشال ها هم خیلی دارن بولد میشن. من چند تا پروژه‌ای که حالا تو حوزه سوشال مدیا دارن کار میکنن رو بررسی کردم و پروژه های نوپایی هستن که میتونن پتانسیل داشته باشن. در مورد اونها هم سعی میکنم صحبت کنم، چون من دوست دارم اول تا حدود بیشتری نسبت به اون ارزی که میخوام معرفی بکنم مطمئن بشم و بعد در موردش صحبت بکنم. منتظرم دیتای بیشتر جمع آوری بکنم که بتونم با اطمینان خاطر بیشتری در مورد اون ارز براتون صحبت بکنم. یه گزینه آنالیتیک داشبورد داره. پس من تا اینجا میتونم ببینم ونچر کپیتال های مختلف مثل بایننس لب رو چه ارزایی سرمایه گذاری کردن، ارزایی که روش فاند ریز دادن و اخیراً سرمایه گذاری کردن کدوما بوده و میتونم ببینم کلا توی چه حوزه‌ای بیشتر سرمایه گذاری کردن و اینجا حالا میتونم یه سری دیتا رو آنالیز بکنم. اینکه کلا ونچر کپیتال در حال حاضر دارن چقدر سرمایه گذاری میکنن، اینجا مجموع رو داره به من نشون میده. همونطور که میبینید رفته رفته از سال 2022 به این ور سرمایه گذاری ونچر کپیتال ها کاهش پیدا کرده. در نوع خودش اتفاق جالبیه. ما داریم تایم 3 ساله رو میبینیم و مثلا توی 1 سال گذشته ببینیم نوامبر 2023 1.68 میلیارد دلار میزان کل سرمایه گذاری بوده که انجام شده. بخشایی که میتونه کار ما رو راحت تر بکنه برای اینکه بفهمیم تو چه حوزه هایی بیشتر سرمایه گذاری کردن ونچر کپیتالا، مثلا کوین بیس ونچر رو اینجا داره بهم نشون میده. این نمودار داره به من نشون میده که آقا مثلا روی حوزه دیفای برم، روی دیفای برای من پررنگش میکنه که روی حوزه دیفای چقدر از کل سرمایه‌ای که گذاشتن چقدرش روی این حوزه بوده. و همونطور که میبینید حوزه دیفای همچنان نقش پررنگی رو داره و حوزه دیفای همچنان میتونه حوزه‌ای باشه. با وجود اینکه فکر می‌کنم 2021 یا 2022 سالی بودش که دیفای ها خیلی بولد شدن، ترند شدن و رشدای عجیب و غریبی رو تجربه کردند، در حال حاضر می‌بینیم هنوز هم روی پروژه‌های جدید تو حوزه دیفای داره سرمایه‌گذاری انجام میشه. روی حوزه گیمینگ انیموکا برندز بیشتر سرمایه گذاری کرده، ولی اگه دقت کنید مثلا کوین بیس ونچر رو میبینیم که کمتر سرمایه گذاری کرده تو حوزه گیمینگ. و اگر بخوایم کلی نگاه بکنیم مثلا رو کارنسی ها کم، رو میم کوین ها خیلی کم سرمایه گذاری انجام نشده. من وقتی رو میم کوین میبینیم که روی هیچ میم کوینی بچا، خب این داره به من دیتا میده دیگه، دیتای کلی میده که آقا هیچ کس که دیتا رو بررسی میکنه، هیچ کسی که میخواد عاقلانه تصمیم بگیره شبیه قهوه تلخ شد میخواد عاقلانه تصمیم بگیره برای اینکه روی چه ارزی سرمایه گذاری بکنه، نمیره سراغ میم کوین ها، نمیره بیبی دوج رو روش سرمایه گذاری بکنه یا میم کوین های جدیدی که به خصوص میان بالا مثلا ریوشی، نمیدونم ساتیماوا، اسقرقلی، از اینجور چیزا رو واقعا ارزش سرمایه گذاری ندارن. حالا پامشن، بذار دوستاتون برن پول در بیارن، یه جایی میخورن زمین. فاند ریزینگ ماهانه با توجه به دسته‌بندی که روش سرمایه گذاری انجام شده. خب پروژه کریپتو میدونید دیگه دسته‌بندی‌های مختلف داره. من اگه بدونم روی چه دسته، مثلا اگه بدونم امسال قراره حوزه مثلا AI یا هوش مصنوعی بولد باشه، خب میرم روی کوین های این حوزه بیشتر تمرکز میکنم برای سرمایه گذاری. همونطور که میبینید تو ماه‌های اخیر داره ماه به ماه هر کدوم از این میله ها داره 1 ماه رو به من نشون میده. توی ماه‌های اخیر بیشتر روی حوزه های بلاکچین سرویس سرمایه گذاری انجام شده. زیرساختای بلاکچین کمتر، بعدش بلاکچین سرویس ها فکر میکنم بیشترین بازدهی رو داشتن. سیفای ها و دیفای ها رو ببینیم بچه‌ها، باز تو ماه‌های اخیرم روی دیفای ها سرمایه گذاری بیشتری داره انجام میشه. خب این که حالا توی چه محدوده هایی از نظر جغرافیایی ونچر کپیتال ها بیشتر قرار دارن هم که به کار ما خیلی نمیاد. یه بخش دیگه از وبسایت که میتونه خیلی بهمون کمک بکنه بخش توکن آنلاکس. به هم نشون میده کدوم یک از توکن ها قرار آزادسازی داشته باشن یا کدوم یک از ارزها قرار آزادسازی داشته باشن توی تاریخ هایی که نزدیک.
آزادسازی یعنی چی؟ یعنی یه سری ارز یا توکنی بودن مثلا استیک شدن، الان تایم آن استیک کردنشونه، اینا قراره آزاد بشه، اینا قراره از حالت قفل شده خارج بشه. وقتی یک سری ارز با توجه به شرایط فعلی که مارکت در حال رشد بوده، منی که یه توکنی رو داشتم لاک بوده، حالا قراره آن لاک بشه، احتمال اینکه بفروشمش و فشار فروش روی اون ارز ایجاد بشه وجود داره. پس من وقتی میبینم یک ارزی مثلا آوالانش رو داره به من نشون میده که امروز 2.5% از کل مارکت کپش رو آزادسازی داره، 2.5% از کل آوالانچ هایی که موجودن در دنیا قراره آزادسازی براشون اتفاق بیفته. پس این به من یه لیست هشدار دیگه. کیوردو مثلا 1.68 مارکت کپش رو امروز آزادسازی داره، میتونه من هشدار بده. همونطور که می‌بینید الان هم مثلا 10% افزایش قیمت هم داشته و فرصت خوبی میتونه برای سیو سود بشه. بس من نمیگم اینجا تو مسیرینو خریداری بکنم، اگر جزء عرصه‌ایه که من میخوام توی سطوح قیمتی مناسبی این رو خریداری بکنم، امروز رو دست به عصا عمل میکنم، چون میدونم آزادسازی توکن داره. اینم یه بخش دیگه وبسایت که به کارمون میاد. ما از وبسایت توکن آنلاکس هم برای بررسی این قضیه استفاده میکنیم، ولی خب اینجا هم میتونید به این دیتا دسترسی داشته باشین. یه گزینه خیلی جذاب که اصلا بچه‌ها من نمیرسم بیام همه بخش‌های مختلفش رو براتون توی این ویدیو توضیح بدم، بخش ریسرچ این وبسایت. واقعا من دوستش دارم. دیتاهای مختلفی که بهم میده، مثلا آخرین بررسی هایی که داشته، ما در مورد پروژه دیپین فکر می‌کنم 2 هفته پیش صحبت کردیم. اینجا داره در مورد پروژه دیپین صحبت میکنه. مثلا یکیشو من باز میکنم، یا کوینایی که پتانسیل لیست شدن روی بایننس رو دارن. قطعا همه شما دوست دارید چنین دیتایی رو داشته باشید. ببینید دونه دونه برام آورده. مثلا میگه اوندو بیگ تایم. اوندو بچا خیلی رشد خوبی داشت، من خودم نرسیدم بهش بگیرمش، امروز بررسی کردم چارتشو. حالا نه الان شما اینجا میبینیدش یا نه، ولی بذارید بیارمش ببینم روی این تصویر شما میبینیدش. من سطح قیمتی خودم هم مشخص کرده بودم براش، ولی اوردر متاسفانه با توجه به شرایط تعطیلی و رفت آمدایی که اتفاق افتاده نتونستم اوردر بذارم. اومده محدوده اولم و دیده از اینجا چقدر رشد کرده. ولی خب من هیچ وقت حسرت این که 99% رشد کرده تو چند روز، تو 3 روز. دقیقاً من از کجا اون رو پیدا کردم؟ دقیقاً از تو همین وبسایت، با توجه به اینکه گفته بود آقا احتمال داره این تو بایننس لیست بشه. و رفتم در مورد پروژه مطالعه کردم، خودش هم یه دیتای کلی در مورد هر کدوم از این پروژه‌ای که اینجا اومده آنالیز کرده برای من گذاشته. یه دیتای کلی میده، حالا من میتونم برم. بعد اینجا میگه بکت بای یعنی چی؟ یعنی میگه آقا پانترا کپیتال و کوین بیس ونچر 2 ونچر کپیتالی هستن که روی این پروژه سرمایه گذاری کردن، که توضیح کلی هم میده که اصلا پروژه تو چه حوزه‌ای کار میکنه. پروژه RWA به حساب میاد. در مورد RWA یا ریل ورلد اسست ها قبلا صحبت کردیم که اون میتونن ترند بعدی مارکت بشن. یکی پروژه دیپین، یکی پروژه RWA، جزء پروژه‌ای هستن که تو سال 2024 میشه روشون حساب کرد. حالا به هر حال میخوام ببینید که چه آنالیز قشنگی داره به من میده و میتونم ازش استفاده بکنم، کاربردیه برام. حالا خارج از این که ما اینو گرفتیم، یعنی میتونم بهتون بگم گرفتم ببین چقدر سود کردم، ولی واقعیت اینه که نرسیدم به این و فرصت همیشه تو بازار مالی وجود داره. یه عده دوست دارن، ببخشید که من وسط صحبتم میام حالا پند پدرانه به شما بدم، به اصطلاح من در جایگاهی نیستم بخوام به کسی پند بدم، اما نظرمه بهتون میگم، شاید دوست داشته باشید شما بشنوید که دنبال کننده من هستین. یه عده‌ای الان توی این وضعیت بازار دوست دارن شما رو به هول و بلا بندازن. تو شبکه‌های اجتماعی مختلف به شما میگن جا موندی از بازار، نکند جا بمانی، نکند این ارز رو نخریده باشی، من اینو خریدم انقدر رشد کرده، اصغر اونو خریده اونقدر رشد کرده. بچه بازار کریپتو یک بازار دو طرف است. سالهای سال شما فرصت دارید برای اینکه از این مارکت سود بگیرید. اگر یک فرصت رو از دست دادی، 100 فرصت رو از دست دادی، یه جایی فرصتی برای تو وجود داره برای جبران و برای گرفتن گین خودت، سهم خودت از مارکت کریپتو. بریم بخش دیگه‌ای که من روش کلیک کرده بودم ببینیم. مثلا در مورد پروژه دیپین صحبت کرده و اومده اونایی که احتمال ایردراپ دارن رو بهم نشون داده. پروژه دیپینی که احتمال ایردراپ دارن. بچه در مورد دیپینا من پست گذاشتم اخیراً و میتونید برید اون پست رو هم ببینید.
و پروژه هایی که توی حوزه دیپین دارن فعالیت میکنن و جذاب برای سرمایه گذاری هستن رو داده که با من اشتراک داره تفکرش دیگه. اگه یادتون باشه منم هلیوم، فایلکن و آرندیار رو قبلا معرفی کرده بودم وقتی پروژه های دیپین رو توضیح دادم و در مورد هر کدوم هم توضیح داده مارکت کپش چقدره، فولی دایلوتد مارکت کپش چقدره، عرضه درگردشش. خیلی جمع و جور، ساده، جذاب داره ریسرچ برای من انجام میده و این بخش ریسرچش هم خیلی جذابه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. کلی جا برای ماجراجویی بخشای مختلف این وبسایت داره که خودتون میتونید برید تحتشو در بیارید. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشید. اگه اینطور بوده میتونید با لایک و کامنت های ارزشمند خودتون از ما حمایت کنید. کم ضرر و موفق باشید.